با عرض درود، سلام، ادب و احترام خدمت همگی دوستان عزیز، آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای همگی عزیزان و از خداوند بزرگ میخوام که همه ما رو در سایه لطف و رحمت خودش قرار بده. با مینی کلاس شماره 110 در خدمتون هستم و امیدوارم موضوعات و نکاتی رو که برای این جلسه خدمتون آماده کردم و قرار مطرح باشه مفید باشه و در راستای اون وقتی که شما اختصاص میدید خب دستاورد ملموس و قابل استفاده ای رو داشته باشید. تاپیکی رو که برای این جلسه مشخص کردم و در نظر گرفتم همونطور که میبینید بحث تفکرات آلکس فرگوسن هست و میخوایم در مورد بافتار و ساختار و انگاره های تفکری، ایده ها و آنچه که در ذهن یکی از بهترین منیجرهای تاریخ فوتبال میگذره با هم دیگه بحث بکنیم. خب سر الکس فرگوسن مدت زیادی رو در منچستر یونایتد کار کرد و دستاوردهای بزرگی رو در دوران خودش داشت و همیشه به عنوان یکی از بهترین و موثرترین مربیان تاریخ فوتبال ازش نام برده میشه که مورد توجه بسیاری از تئوریسین ها و تاکتیسین های دنیاست. و از بعد دیگه حالا در مباحث مدیریتی، منیجمنت و رهبری، لیدرشپ، کتاب‌های زیاد و مختلفی در مورد تفکراتش، نحوه مدیریتش و برخورد با شرایط مختلف نوشته شده. علالقاعده خب در این مدت طویلی که در بالاترین سطح فوتبال دنیا بوده، ایونت ها و پروسه های زیادی، یعنی روندها و رویدادهای متنوع و متعددی رو شاهد بوده که اگر ما به عنوان یک مربی بتونیم اینها رو زیر میکروسکوپ ببریم، از منابع معتبر اینها رو به دست بیاریم و حالا زیر میکروسکوپ تجزیه بکنیم و سپس در ذهن خودمون تحلیل بکنیم، به نکات بدیع و کاربردی میرسیم که در مسیر حرفه‌ای شدن میتونه به ما کمک بکنه و حتی سرعت ما رو در رسیدن به اهداف افزایش میده. این رو حتما مد نظر قرار بدید. اما قبل از اینی که من ورود بکنم به مبحث تفکرات آلکس فرگوسن، میخوام بر مبنای